به نام خداوند جان و خرد. رادیو مهر تقدیم می کند برنامه‌ای که در آن می شنوید صدای بارش باران بهار و احساس می کنید بوی نمی خاک را. کاشانه مهر. کاشانه مهر، جایی که در آن روح تازه می شود و زندگی با همین فراز و نشیبش جریان دارد. همراه ما باشید تا بر روی زندگی لبخند بزنیم. کاشانه‌تان پرمهر. سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی، پدران، مادران عزیز. صدای ما را میشنوید از رادیو مهر. سیده عبدالله زاده هستم و با یک برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های کاشانه مهر با شما خواهیم بود. امیدوارم همه شما و فرزندانتان سالم و تندرست و شاد باشید. یکی از مادران گرامی که برنامه کاشانه مهر را گوش می کنند از ما سوال پرسیدند. به این معنا که دختری 8 ساله دارم که وقتهای آخر غمگین و افسرده خاطر شده است. چی کار کنم و از چه راه‌های استفاده کنم تا او شاد باشد؟ ما سوال این مادر عزیز را از کارشناسان پرسیدیم و امروز جوابشان را در این برنامه خواهید شنید. اینچنین اگر در این موضوع خود شما هم نظری دارید می توانید برای ما ارسال کنید. شادی فرزندان در خانواده از شادکامی و خوشحالی پدر و مادران آغاز می شود. و بنابراین همین اولین شرط شاد بودن فرزندان عزیز ما آن است که خود ما پدر و مادرها زندگی شاد داشته باشیم و پیش فرزندان دلبندمان ناراحتی هایمان را بیان نکنیم. تحقیقات دانشمندان علم روانشناسی نشان داده است که برای فرزندی شاد داشتن باید برای فرزندهایمان محیط شاد را فراهم کنیم. زیرا همه انسان‌ها تحت تأثیر محیط خود قرار می‌گیرند، مخصوصاً کودکان. محیط زندگی همیشه جریان دارد و برای رفتارهای ما انسان‌ها تأثیر می‌گذارد. پس بهتر است محیط شاد و دور از مشاجره و جنجال و اضطراب را در خانواده ایجاد نماییم تا فرزندانمان شاد تربیت شوند. مسئله مهم بعدی در جهت شاد نگه داشتن فرزند این است که با آنها با خشونت و تندی رفتار نکنیم. فرزند شاد با خشونت تربیت نمی شود و اگر می خواهید فرزند شاد و پرنشاط داشته باشید، خشونت و تندی را باید کنار بگذارید. رفتارهای خشونت‌آمیز و تندخویی ما پدر و مادران در آینده وی و در رابطه فرزندانمان با دیگران بخصوص همسر و فرزندانشان نیز تأثیرگذار خواهد بود.
اگر رفتار خودمان را اصلاح کنیم، همیشه خودمان را مهار کنیم و با همدیگر مهربانتر باشیم، حتما فرزند شاد و خندان و پرنشاط خواهیم داشت انشاءالله. یک چیز یادمان نرود که در زندگی برای فرزندانمان پدر و مادری شوخ‌طبع باشیم. این خیلی مهم است. فرزندان شاد والدین شوخ‌طبع دارند. شوخی کردن با کودک علاوه بر افزایش شادی، آنها را برای به دست آوردن موفقیت‌ها در جامعه آماده می‌کند. چرا که رابطه اجتماعی در آنها رشد می‌یابد. زمانی که پدر و مادر با فرزندان خود شوخی کرده آنها را می‌خندانند، این کار سبب می‌شود که در فرزند تفکر خلاقیت ایجاد شود. کودکانمان دوستی خوبی برای خودشان پیدا می‌کنند و از اضطراب دور می‌شوند. در آخر باز هم باید یادآور این نکته شویم که رابطه صمیمانه با فرزندان خود داشته باشیم و به هر بهانه آنها را شاد کنیم و بخندانیم. همدیاران گرامی، پدر مادران عزیز، تا برنامه دیگر شما را به خداوند منان می سپاریم و زندگی شاد و پرثمر را برای شما و فرزندان خوبتان آرزو داریم. خدایا و نگهدار شما.